ذهن وقتی یه چیزی از بیرون به خودش جذب میکنه مثل میمون تقلیدش میکنه. دیدی دیگه، مثلا خیلی ها هستن که دوست دارن مثلا مثل فلان هنرپیشه زندگی کنن، مثل اون فکر کنن، یا مثل یک فیلسوف بشینن فکر کنن. این اشتباهه. این اصلا خارج از خودشناسیه. تقلید. حالا مثلا ایشون گفتن آدم رو درگیر رفتار زشت و ناهنجار میکنه که هیچ، اون بله، ما رو درگیر خیلی رفتارهای حتی مثبت هم میکنه که اصلا مشخص نیست اصلا بفهم من از فلان فیلسوف خوشم میاد یا از فلان استاد خوشم میاد. یه جوری رفتار میکنن که من شبیه اون بشم، تقلید میکنم. این هم هست. این از همه خطرناکتر اتفاقا. اگه میبینید جنسیت ذهنتون این عادتی، این دوباره برمیگرده به عادت. جنسیت ذهنتون میبینید اینجوری، حتما اصلا جلوگیری کنید، نذارید این مسائل بیرونی و دیگران روتون تاثیر بذاره.